کسی نمیاد بگه که امام حسین که وارد کربلا شد زمین نینوا و قراضیه رو 60,000 درهم خرید که خونش روی خاک غصبی نریزه. خب این پول بوده. نمیدونم چرا هیچ کس دوست نداره شما از ثروت اهل بیت بدونید. تا صحبت کربلا میشه همه ذهنا میره سر واقعه کربلا به عنوان یه واقعه مذهبی واسه همون عزیزه، ولی کسی نمیاد بگه که امام حسین که وارد کربلا شد زمین نینوا و قراضیه رو 60,000 درهم خرید که خونش روی خاک غصبی نریزه. خب این پول بوده. هممون شنیدیم ثروتمندترین زن قریش خدیجه همسر پیغمبر با ثروتش اسلامو زنده نگه داشت. هممون شنیدیم که مهریه حضرت فاطمه چی بوده؟ آب با ارزش ترین دارایی اون زمان و گرون ترین دارایی اون زمان بوده. تا در مورد حضرت علی صحبت میشه میگن بیل میزده، چاه میکنده، نخلستون داشته.